مردی که از دل فقر مطلق برخاست، ایران رو از مرز نابودی نجات داد و بعد خودش بزرگترین دشمن خودش شد. این داستان نادرشاهه. نادر در کودکی چوپان فقیری بود در خراسان. پدرش مرد و اون با مادرش در فقر وحشتناک زندگی کرد. اما یه چیز داشت که هیچ کس نداشت: جسارت، هوش نظامی و آتش رهایی ایران. وقتی افغانها ایران رو اشغال کرده بودند و صفویها از هم پاشیده بودند، نادر با گروه کوچیکی از سواران جنگید، پیروز شد و قدم به قدم ارتشی ساخت که کل ایران پشتش ایستاد. نادر افغانها رو بیرون کرد، عثمانی و روس رو عقب راند و برای اولین بار بعد از قرنها ایران دوباره یک پارچه شد. بعد به هند حمله کرد و ثروتی آورد که دنیا تا اون موقع ندیده بود. اما بعدش چی شد؟ نادر بعد از پیروزی‌ها مشکوک، خشن و بی‌اعتماد شد. فرزندش رو کور کرد، به مردم ظلم کرد و آخر سر فرماندهان خودش شبانه او رو کشتند. ثروتش بی‌ارزش شد، سلطنتش فرو پاشید و مردی که ایران رو نجات داد با دستان خودش همه چیز رو از بین برد.